سلام، خسته نباشی. سلام قربان. آقا یه سوال دارم ازت. بفرما. چرا یه سری از گیری بوکس ها روغن ریزی نداره، روغن هم کم نکرده ولی گیری بوکسشون میسوزه؟ بله، ماشین های کمپرس که بغل گیری بوکسی دارن، خب. چه تک، دهچرخ و تریلی که پمپ پشتگیری بوکس چسبیده شده باشه و گاردون بینشون نی، کلا روغن گیری بوکس ها کاسه نمد داغ که میکشه بالا. ما اومدیم این کاسه نمد داره براشون میذاریم پیتیورا خب که دیگه روغن رو نکشن از داخل گیری بوکس داخل منبع روغن. یه سری توضیحاتی بیشتر بعد از این میتونم تو پست‌های بعدی هم بدون میگم حتما، ولی تا میشه گاردانی باشه نباشه یه پیتیو کاسه نمدخور بذارن که روغن داخل گیری بوکس ها نکشه بره تو منبع و گیری بوکس بسوزه. دم شما گرم. خواهش می‌کنم.